دوستان عزیز، صبح زیبای وطن مبارک باشد. یادآور می‌شویم که در این صبح نکو در مهمانی استودیوی تلویزیونی سفینه حضور آوردند یکی از آوازخوان‌های شناخته و معروف جمهوری اسلامی ایران، آرون افشار. خوش آمدید به استودیوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه و خوش آمدید پیش از همه به تاجیکستان. سلام خدمت مردم مهمان نواز تاجیکستان، مردم با فرهنگ تاجیکستان. خیلی خوشحال هستم که در این کشور هستم و با حمایت‌های مردم روبرو میشم و خیلی خوشحالم. تشکر. باری نخست است به تاجیکستان تشریف آورده. بله. خب از پذیرایی مردم تاجیک تاثیرات شما چگونه است؟ بسیار عالی بوده است. امیدوارم که با هنرم، با سرودهایی که خواندم این اتفاق را جبران کرده باشم و مردم از من راضی بوده باشن. درباره صنعت و فرهنگ مردمی دوست و همزبان تاجیکستان چی گفتنی هستی؟ امروز در یک جایی بودم، یه لباسی به من هدیه شد، یه لباس خیلی زیبایی بود. این برایم تا آخر عمر یادگاری میمونه. بله، یعنی که لباسی ملی تاجیکانه به شما از طرف حکومت شهر دوشنبه تحفه کرده شد. درست است؟ بله. تبریک، مبارک میگید. خیلی دوست داشتم این هدیه را. وقتی شما تشریف آوردید به پایتخت عزیز، به شهر جوان، به شهر گلبدامان دوشنبه، آیا به شما پسند آمد؟ آره، من با افتخار اینکه ایرانی هستم و فارسی زبان هستم، وقتی که آمدم به تاجیکستان در فرودگاه، چون معمولا ما فارسی زبان ها وقتی در کشورهای حالا اروپایی انگلیسی میریم یک حس غربتی ما رو میگیرن، غریب هستیم اینجا، ولی در تاجیکستان این حس غربت در من حتی این لحظه وجود نیامده و لطف و مهمان نوازی و فرهنگ بالای مردم تاجیکستان. چند روز پیش کنسرت شما در شهر دوشنبه برگزار گردید و تاثیرات شما از این کنسرت چگونه است؟ خب اولی که داشتم میرفتم روی استیج یکم بغض گلویم را گرفته بود از این همه حمایت. چجوری بگویم، واقعا هیجان داشتم برایم بسیار حس زیبایی بود و وقتی که روی استیج آمدم دیدم مردم جوری آهنگای من را میخوانن، مثلا گوشام میگیرم، اینقدر محبت دارم به من و خیلی خوشحالم که آهنگام در سرودهای من در تاجیکستان مشهور میباشد. امیدوارم بتوانم در تمام تاجیکستان حالا تور کنسرت رو بذارم، حالا شهر خوجند، شهرهای دیگه در گپ هستیم که زودتر برویم کنسرت رو در سر تا سر فارسی زبانان داشته باشیم. یکی از بهترین آهنگ شما که در مدت کوتاه به قلب مردم جای گرفت، این نام داشت با نام شب رویا. با پیشنهادی که این رو شما تولید کردید، یعنی ایجاد کردید، و شما کی پیشنهاد کردن این رو؟ آهنگ‌ها رو مرتب آماده کردیم و پیشنهاد تیم خودم و برادرم معین راهبر که زحمت تنظیم موسیقی این کار رو کشید و ترانه علیرضا مرتضی‌قلی که خودش سالها در تاجیکستان زندگی کرده بود، چون ملودی و کار یکم شباهت به کارهای این قسمت تاجیکستانی داشت و همشون زندگی کرده و احساس میکنم این باعث شد که این کار ترانه‌اش هم زیباتر باشد. از همینجا تشکر میکنم از علیرضا مرتضی‌قلی عزیز. بار دیگر خوش آمدید میگیم و میگفتید که همین عشق سرایندگی در قلب شما از خوردی بود یا اینکه از عائله شما یگم نفر سراینده هست؟ بله، پدر عزیزم، از همینجا دستشو میبوسم و پدر و مادرم مشوق من بودن تو این کار و پدرم استاد من هست در حالا جاده سرایندگی. بله. یک برادر کوچکتر دارم که قول دادم در دفعه بعد که میایم تاجیکستان رو بیارم، صدای بسیار زیبایی دارد. خب اینجا میتونید برای بیننده های عزیز ما یکی از ترانه هایی که به خودتون مقبول است، پسند است، زمزمه کرده باشید. آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار، از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از عشق تو بیمار، ضربانم تویی، برد زبانم تویی، جان و جهانم تویی،
عشق تویی تو، عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو. زنده باشید، بگذار آوازتون خسته نباشد. با مردم تاجیک چی تمنیات دارید؟ چی گفتنی هستید؟ برای مردم تاجیکستان آرزوی سلامتی دارم، همیشه سلامت باشن. این همدلی در مردم تاجیکستان بسیار مهم است که امیدوارم این همدلی تا همیشه ادامه پیدا کنه و شور و نشاط در این کشور باشه. در فرجام صحبت به شما در کار و فعالیتتون موفقیت‌های بی‌نظیر آرزومندیم. دوستان عزیز، اینجا در مهمانی ما بودن یکی از ستاره‌های جمهوری اسلامی ایران